ما خبرگیری آمدم 3 سالش کلام بود. تمام 4 پسر داشت. همه پسراش در همی گم که وظیفه های بلند بودن. سرگردان کار بود چی بود از حال پدر خبر نمیگیرن. جهانش هم میگود بچه جان غنیمت شده ماندم من تقا در جهان میگود. امی رو یک سرم باشد 1 کیلویم باشد انگور حسینی بیار. دلم در همون انگور رفتم. از در هر یک بچه هم تلفن کرده گفتم دلم انگور میکشد، بچه هم نوردن یا فراموش کردن یا تشویش کاراشون بود یا نه آوردن. بعدا گفت دوا رفتم بازار، پیش بازار انگور آوردم، تمام 2 دانه خورد و دست برداشت با اشکهای پر از امی تر گفت